پاور بانک، شارژر دیواری و شارژر فندکی. همه اینا گوشی شما رو شارژ میکنن، ولی باید بدونی از کدوم در چه موقعیت استفاده کنی. اصولا پاور بانک رو زمانی استفاده میکنن که شارژ گوشی به 10% یا 15% رسیده باشه و پاور بانک رو بهش وصل میکنی تا زمانی که بتونی به یک منطقه‌ای برسی که از شارژر دیواری بتونی استفاده کنی. پس پاور بانک رو همیشه استفاده نکن. پاور بانک فقط برای شرایط ایمرجنسیه، برای شرایطی که شما به برق دسترسی نداری. از پاور بانک استفاده کن، گوشیت شارژ کن. وقتی فهمیدم به یه منطقه‌ای رسیدی که برق دم دستت بود، به برق دسترسی داشتی، از شارژرهای دیواری اورجینال و استاندارد حتما استفاده کن. الان از همین شارژر آیفون چند مدل تو بازار هست، ما اورجینالشون میاریم، بهترین جنس بازار رو میاریم. از شارژرهای سامسونگ هم چند مدل توی بازار هست، ما گرونترین جنس و بهترین جنس و جنس اورجینال میاریم حتما تو مغازه. شارژر فندکی رو هم باید زمانی استفاده کنی که شارژ گوشیت کمه توی ماشین هستی و باتری گوشی لول پایینی رسیده، مثلا روی 10% 15% رسیده. اینم استفاده کن، اما وقتی به مقصد رسیدی که قطعا قطعش میکنی. ولی قبل از خاموش کردن ماشین حتما شارژر فندکی تو از شارژ بکش. زمانی هم که بخوای شارژر فندکی رو وصل کنی به به جای فندک ماشینت، حتما ماشینت روشن باشه. یعنی شما شارژر فندکی رو وصل نکنید به گوشیتون مستقیم بعد استارت بزنید. این کار باعث میشه که آیسی تغذیه گوشیتون خراب بشه. پس بهترین نوع مصرفش اینه که شما ماشینتون روشن باشه، شارژر فندکی رو وصل کنید. وقتی هم که میخواید ماشین خاموش کنید، قبل شارژر فندکی رو از گوشی بکشید، از گوشی قطعش کنید. شارژر دیواری هم شما بهترین حالت استفاده از شارژر دیواری اینه که گوشیتون رو 10% بزنید به شارژ و 90% از شارژ بکشید. 29 روز از ماه رو این کار انجام بدید. یک روز بذارید گوشیتون کاملا شارژش تموم بشه و 100% شارژش کنید. این کاری که گفتم لایف تایم باتریتون رو میبره بالا و عمر باتریتون رو زیاد میکنه. هر چقدر شما از نحوه استفاده اینا درست باشه، روشی که به شما گفتم استفاده کنید، عمر باتریتون زیادتر میشه و عمر این قطعات، عمر این لوازمی هم که استفاده میکنید بیشتر میشه. ما تو فروشگاه گجت تاب در خدمتتون هستیم با فروش انواع لوازم جانبی. موفق و پیروز باشید.